برای اینکه یک شهر شود 1000 سال در کار است. شاید 1000 سال در کار است که دوشنبه بعد سمرقند شود یا فرض کردید بلخ یا بخارا. این پاره شدن ها، این مثلا جدا از گشتن ها به تفکری ما، به خلق و خوی ما بسیار تأثیری منفی رساند. و امروز هم در رسی عزیز، در رسی گرامی خود در ناخنک خواهم تو آشکارا میگوییم از تاجیک خوارتر ملت نیست، میدونید خودتون. و سطح خودشناسی ما اینقدر پایان است. با استثنای تاجیکان افغانستان، تاجیکان کابل، پنشیر، بلخ، بادغیس، هراتی ها فارسیوان میگم. بنابراین قربان شدم این موضوع شما بسیار موضوع دردمندانه است. من فکر میکنم باز هم موضوع یک بحث و یک جلسه دیگری ما خواهد بود. من از خودم راضی نیستم، حتی که استاد لایق میگم که بگر از خود ناراضی ام، از خود پشیمان نیستم. ما از خود ناراضی هستیم، نه که از خود یا از ملت خود پشیمان نیستیم. ادبیات تاجیک متعلق به فارس ها میگفتن دشمنان ما، شاید به تاجیک ها دخلی ندارد. یا که فرض کردیم میگفتن که ادبیات تاجیک ها را استاد عینی به طریق مصنوعی وارد این فرض کردیم تمدنی بزرگ نمود. بعد بالاخره به خلاصه آمدن که به خاطر آنکه دل ما هم نماند ایرانی ها هم بگوییم فارس و تاجیک یا که تاجیک و فارس. از این چیز ما هیچ چیز باید نمیدهیم و بگوییم اگر تاجیک همون فارس است، اگر بگوییم فارس همون تاجیک است، هرچند که شاید بعضی برادران ایرانی قبول ندارن، قبول دارن ندارن ما کاری نداریم، با حقیقت تاریخی رو باید ما بگوییم. این موضوعی که در ادبیات تاجیک تحقیق شده است. در مسئله ترجمه ببینید، اگر انصاف داشته باشد همون ترجمان نویسد که ترجمه از تاجیکی فارسی فرض کردیم. اگر فارسی هم بگود به نظرم اشتباه هم نمیکنه، اما به عزیز نفس ما میرسد. بالاخره همین اصطلاحی در داده معلمی من در نزد اینا صحبت کردیم و بسیار وزنین است بخودتر میدونن و همون اصطلاح فارس و تاجیک تا اروپا را پذیرفته بودن یک زمانی. معلم حرف نظر میگیرد ایجاد شیرازی و همه حروفات فارسی که باشد به این توری نوشن اپرات میگویم علما کن هم با زبان فارسی میگه. بنابراین اگر ما بگیم که فارسی تاجیکی یا تاجیکی فارسی بهتر منصفانه و منطقی است. به نظر من سالهای سال در این باره بحث دوام دارد. بعضی رفیقای ما انصاف اصلا میگذارند. انصاف با اون معنی که اینقدر به قول ایرانی‌ها کلمه های سلمبی ایرانی و واژه های عربی و این آن با تاثیر زبان مطبوعات ایران استفاده میبرند که خودی من که در ایران سالهای سال بودم راست دیگر دلگیر میشم. با اونهایی که نبودن با حلال اونها بود. به نظر من استادای ارجمند من نشستن اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. ما باید یک زبانی معیار آنچنان زبانی باید داشته باشیم که هیچ ایرانی و هیچ کابلی با ما ایران نگیرن. نگو که آقای شکرزاده این دوستی تو که تاجیکستان آمده بود با یک زبانی زنگ زدگی صحبت که من هیچی نفهمیدم. اینکه بر صحبت تاجیکیت هم حفظ کنند. مثلا همین شما که صحبت کردید ولی ما به سوال دادید همین تاجیکیت بود. ولی در اونجا صحبت میکنن همین که من هم پوشی میکنم همیشه که همون در صحبت خودم هیچ وقت از اندازه بیرون پا نگذارم. متوجه هستید؟ و همون وقتی که ما از ایران آمدیم بعضی برادران آغوش کردن ما میگوشیدن که تو چه زبانت گم نکردی و دهانت کش کردی یا نویدی فلان آمدم. من گفتم که مگر میشه آدم زبان خودش لهجهش اون زبانی که با از بخارا از ماوراء نرفت از به جای دیگر عوض کنه دیگر کنه.